ادامه بخش چهره‌های ماندگار. میر سعید علی همدانی. میر سعید علی همدانی تبلیغگر فرهنگ صلح و خواستار وحدت و ثبات. مغز اندر مغز آثار میر سعید علی همدانی را وصف انسان، بلند برداشتن منزلت و مرتبه او، حمایه منفعت حیاتی وی، تأکید مقام اجتماعی و سیاسی هر فرد، احترام زن مادر، تکمیل و تقویت سنت های فلسفی و عرفانی، خودشناسی و خودآگاهی، راه و طریقه های تربیت اخلاقی تشکیل می دهند. این مرد فاضل از خود اثرهایی را به یادگار گذاشته است که آنها از امتحان تاریخ گذشته در همه عصر و زمانها خدمت کرده می توانند. بسیار حکمت‌های پرارزش آن حضرت به اهداف رژیم‌های دنیوی سازگار و برای ساخت اجتماعی عدالت‌پرور سودمندند. علم اداره دولت، رعایت عدل و عدالت و اخلاق حمیده اساس و پایه دولت و دولتداری امروز هم بوده می تواند. آن بزرگوار نخستینه دولتداری و مهمترین پایه پیوند جامعه را در آسایش و عهد و رفاقت عائله و عائله‌داری می‌بیند. مناسبت پاک و با احترامانه در عائله با پدر و مادر، زن و فرزند و خویش و اقربا، دستگیری بیچارگان و کارافتادگان به عقیده آن حضرت همان پیوند است که میتواند یک عائله را با عائله دیگر و همین طور یک جماعه را با جماعه دیگر و در نهایت تمام رعیت دولت را متحد سازد. ما در این مرحله دشوار دولت سازی خود محض به همین گونه متحدی جامعه احتیاج داریم. باز یک چیز دیگر قابل ذکر است که در فلسفه میر سعید علی همدانی اگر حاکم نسبت به شهروندان 10 امتیاز داشته باشد، شهروندان در نسبت حاکمان 2 برابر بیشتر یعنی دارای 20 امتیاز می باشند. حضرت میر سعید علی همدانی برخلاف عقیده رسمی زمان خود همه حاکمان و خلیفه ها را سایه خدا در روی زمین نمی شمارد. با عقیده او آن حاکمانی که از طریقت عدل و احسان بیرون می روند و به بندگان حق شفقت نمی کنند و تابع نفس و هوای خود هستند، رشته بسیار استوار دولتداری با عقیده حضرت امیرجان خیانت نکردن حاکمان و یگانگی قول و عمل آنهاست. راهبر به قول آن حضرت باید به سان مرغان هوا زیرک، مثل پیران خردمند و رندیش و چون صاحب خانه عاقله سرفکار باشد. این حکمت امروز هم بر راهبران همه زینه‌های اداره دولتی ما خیلی آموزنده می باشد. در این دور و زمان که بر اثر پاش خوردن نظام‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی، پدیده‌های ناسواب و برخوردهای حسدآور جامعه بشری با مشکلات مختلف دچار آمده است، اندیشه‌های حکیمانه میر سعید علی همدانی دستورالعمل پرارزش بوده می توانند. در 10 شرطی که علی همدانی برای حاکمیت عادلانه و عاقلانه بر پادشاهان و حاکمان واجب می شمارد، اساساً نه حمایه منفعت‌های شخصان علاهیده یا گروه معین، بلکه حفظ مرام و مقصد و منفعت مردم زحمتکش خلق عادی بیان گردیدند. متفکر حتی برآوردن حاجت احتیاجمندان را از طاعت و عبادت اولاتر می شمارد. از نگاه او عامل انسانی از عامل مذهبی بالاتر است. مقصد و مرام اساسی فلسفه این مرد خردمند به درجه انسانی کامل رسانیدن هر فرد جامعه است که تواند دنیای مادی و عالم جسمانیش را از عیب و نقص، عنصرهای زشت پاک نموده به طفیل قناعت، صبر و تحمل، ادراک و معرفت، غیرت و ریاضت، صداقت و رفاقت، جسمانیت و معنویتش را به حد کمال رساند. حسن و تراوت تعلیمات اخلاقی میر سعید علی همدانی را توصیف و تأکید عنصرهای اخلاق نیک و پسندیده بشری امثال فروتنی، خاکساری، وفاداری، تواضع، کم آزاری تشکیل می دهد که نمونه دلپسند آن ربایی زیرین می باشد. ای بس بلند برکشیدن خود را و از جمله خلق برگزیدن خود را، از مردمک دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. خدمت عرفانی علی همدانی انسان را با فعالیتمندی، ایجادکاری هدایت میکند. وی نه فلسفه تسلیم و افتاده روحی، بلکه حکمت بزرگی شأن و مرتبه انسان است.